дуруд шунавандагони гиромӣ. ба таваҷҷӯҳи шумо гуфтори адабӣ аз силсилаи хониши бадеӣ аз рӯи асари дар он дунёи нависандаи халқии Тоҷикистон Фазлиддин Муҳаммадиев дар қироати ҳунарманди шоистаи Тоҷикистон Бобохон Сатторӣ. оғози гуфтори 20. ҷанобон, нимхез шуда ба гап ҳамроҳ шуд ҳазрати Наримон. имрӯзҳо баҳсу мунозира кардан гуноҳ аст. Не нагӯед, гуноҳ аст. рост мегӯянд, нағз не духтурҷон, луқма партофт мулло уроқака. ман сар накардам. Абдурозиқҷон ако, шумо одами қизиқ, чӣ лозим ҳамин гапҳо? ба ҳарфи ман рӯй овард мулло уроқ. акнун ки гап кушода шуд, боз як чизро гуфтамонам. нутқи бемаҳаламро давом медодам ман. шумо медонед ки ман тоҷикам. забони модариям тоҷикист. забони рӯдакӣ, забони ибни Сино, ҳофиз, камол, фирдавсию хайём аст ва ба он забон 10 миллион мардум ҳарф мезананд. ман аз ин фахр мекунам, лекин касе дар ҳаққи ҳар як забони дигар бадгӯӣ кунад, бадтарини кофирҳо медонам. абдурозиқ ҷонака, ман ба шумо гуфта истодам. мин бад ҳам бо ҳар ки хоҳам ба забони русӣ гап мезанам. аз ин забон ба курнамактарин инсонҳо ҳам фақат шарофат расидааст, аммо барои фаҳмидани ин ҷасади холӣ кифоя нест. махсум кинояро ночор фурӯ бурд ва дам назад. дигарон низ луқма намепартофтанд. сокит ва ноҷунбон бо сари хам гӯш карда менишастанд. дар ватани худамон чӣ қимате доштани миллаттарошӣ хеле ба маврид хотиррасон шуда буд. аз хаймаи сардорон тарҷимон баромада ба сӯи мо чанд қадам гузошт ва мулло Абдурозиқро ном гирифта гуфт ки қорияка ҷеғ мезананд. 2-3 дақиқаи дигар дар хомӯшии гарон гузашт. баъд Темурҷон Қорӣ, Аллоҳ Назарқорӣ ва ҳазрати Наримон низ хеста ба он сӯй рафтанд. сумкаро ба таги сарам монда дар паҳлӯи Исрофил дароз кашиданд. آسمانی پرستاره خیلی نزدیک می نمود. گویا دست یازانید یک باره به چند ستاره می رسیده باشد. اما از آن که دست به آسمان برسد 100 بار اولاتر است که به دوست، به رفیقی هم مسلکی رسد. به محیط فاسد افتاده از هر کر و کور و سنگ و کلوخ گپ شنیدن از بندگی تفاوتی بسیار نداشتگی است. اگر امکان باشد کس در سفر خارجه یگان نشانه مملکت خود را دائما برداشته گردد. هر مخلوق شما را دیدن زمانا فوراً به یادش رسد که شما از اتفاق ریسپوبلیکاهای سوویتی سوسیالیستی هستید که 72 ملتی وطنتان با همه اقتدار خود با موشک‌های جهان پیمای بلاستیکیش پشت و پناه شماست. وگرنه زمین حالا بس ذات‌هایی را به دوش خود برداشته دور می‌زند که زبان منطق یا سبق‌های تاریخ در نظر آنها خاص بر این قرب ندارد. ایشان فقط در پیش نیروی اسلحه یا قدرت جسم سر اعتراف خم می‌کنند. به چه گونه جمعیتی افتادم؟ احتمال کمی نه اولین گراجدانینی SSSR باشم که از هیئت همسفران خود فخر نمی کنم. عجب یک حق پیش قدمی نصیبم شده است. قربان،
خفه نشو. پگاه من با قاری اکا گفتگو میکنم. با قاری اکا گفتگو میکنم؟ خودت هم سردار کو. چرا دم نمیزنی؟ اگر آن حامی شریعت بار دیگر این فرمانش را تکرار کند، خدا زند که کار به خوشی نخواهد انجامید. از خیمه سردار تا خیلی وقت آواز قاری اکا به گوش می رسید، ولی چیها گفتنی او را از اینجا فهمیدن دشوار بود. نصف تنم در روی پلاس کمبر، نصف دیگرش در روی ریگ صحرا بود. پایهای خود را به درونتر، به قبط گرمتر ریگ تکانیده به خواب رفتم. عرفه عید قربان از نماز بامداد آغاز یافت. هر روز بعد نماز اول حاجیان 1-2 ساعت دیگر می خفتند. امروز از سحر عبادت سر شد و به فاصله دوام می کرد. قرص آفتاب بلند شده بود که به نهاری جیغ زدند. از این پیش به سری دسترخوان آمده اندک آن سوتر نشینید. گویان چیزی نگفته خود را به میان همسفران تکانیده به خود جای می گرفتم. امروز برابر نمایان شدنم کمینه را به گپ و کلاچه جای دادند. آیا تأثیر نطق دیشبه هم باشد یا نتیجه آنکه قاری اکا، ملا عبدالرازق جان اکا و ملا اکاهای دیگر را به پیش خود آوردنی از افتکار به ایشان پند و نصیحت خواندند. در روی دسترخوان چند برده نان آبش گریخته و در طبق طعام ایدانه چیزی به مانند حلوای تر مراسمی ما بود، ولی از بس که از حلوای تر به دماغ بوی روغن چلا داغ می رسید، با 1 برده نان و 1 پیاله چای فامیل قناعت کردم. دکتر جان از طعام مرحمت کنید، ثوابش بسیار کلان، تکلیف کرد ملا اوراقکا. خوردنی چیز ثواب است که دل می کشد. تشکر. به هر حال حضور کمینه برای بعض همسفران تا رفت ناگوارتر می گردید. در نگاه عبدالرازق جان اکا این پگاهی تابش عداوت انگیزی را بر اعلا دیدن ممکن بود. چندی دیگر با چهره های تبسم آمیز نرم معامله می کردن، ولی عیان بود که در پس این نرمی و تبسم ها 1 چیزی ساخته نهان است. جنابانی محترم، به سخن در آمد حضرت نریمان، با اجازه شما عرض کنم که ثواب این طعام در کتاب‌های معروف قید شده است. نه نگویید قید شده است. حضرت مکرمه بی فاطمه. حضرت نریمان درباره صنعت طعامپزی زوجه عالی مقام شیر خدا با تفصیل حکایت کرد. روایت مشهوری از قیراق عادی سیاه خوراک پختن بی فاطمه را نیز گفته داد و قید نمود که شلغم از کرامات حضرت به دنیا پیدا شده است. نه نگویید، گفت حضرت نریمان، شلغم از همان جا پیدا شده است. حضرت نریمان بیهوده اصرار می کرد، زیرا کسی به او اعتراض هم کردنی نبود. همه این علما از ملا مشرف قاری کشیده تا قاری جوان تیمورجان ذره شبهه نداشتند که شلغم میوه کرامات بی فاطمه است. برنج را از دندان پیغمبر ساختند. گندم را حضرت آدم از آسمان 7 آوردند. موش از بینی خوک و گربه از دهان پلنگ در وقت عطسه زدنی آنها برآمدند. صاحبان خانه از کجای 3 گوسفند آوردند. گوسفندان را به پوری قاری اکا، کثیرمان عبدالخلیل اکا و نمیدانم باز کدام از موی سفیدان خریده آوردند. آنها را حاضر کشته قربانی خواهند کرد.
اصلا روز قربانی پگاه است. امروز آنهایی که هنوز در خرطوم احرام خود را کشاده قاعده حج را ناچار ویران کرده بودند، به طریق جریمه قربانی می دهند. خدمتگار خانواده زید کوچک حبش بزرگ جوسه پیدا شده آمد و از گردن یکی از گوسفندان داشته در حالتی که پیچی راست زنان آیت را خواند، جانور را با یک دست آزاد به هوا برداشته به زمین زد و 4 پای گوسفند را به زیر پای راست گرفته با دستش در ریگ حوضچه ساخته با یک حرکت کارد کلانی یلقاسی سر از تن جانور جدا نمود. تخمین در نیم ساعت حبش هر 3 گوسفند را از کله و پاچه و پوست و روده جدا کرده به دست آشپز سپرد. قصابی را به این چالاکی ندیده بودم و کار او را با مراق تماشا می کردم. او از کودکی خدمتگار زرخرید این خانواده بوده است. عمرش در غریبی، بی زن و فرزند، بی خانه و جای، در خدمت بی پاداشی این قاره می گذشته است. واقعاً بهای عمری که او گذرانیده است، در موی سری هنوز جنگیله برمحل سفید شدهش، در چینهای عمیق پیشانی و گردی لب، در چشمان فرو نشسته محزون نگاهش عکس یافته بود. تا به همین نزدیکی ها در مکه مکرمه روزهای عید قربان بازار غلام فروشی اوج می گرفت. تاجران کارچلان از قبیله های مسلمانان زنگیان، حبشها و بربریان افریقا گمراهان زیادی را با بهانه حج به اینجا می آوردند. خانه الله را زیارت کنی از بهش جای می گیری گفته می آوردند و به یگان سیدی دولتمند فروخته می رفتند. حالا غلام فروشی و غلامداری در روی عالم رسما منع شده است و حکومت اعلی حضرت نیز تنتنوار اعلان کرده است که این گونه بی‌شرفی در عربستان جای نخواهد داشت. ما را به زیارت کوه مقدس عرفات بردند. راه بلدمان سید عبدالکریم قطی خالی کنسرو را به نوگ خاده برداشته به پیش گروه افتاد. برای آن که مردم در زیارتگاه راه گم نزنند، هر یک راه بلد یا چتر یا رویمال یا پوستکی را بیرقوار به سر برداشته می رود تا که هدایت شوندگان لیوای گروه خود را از دور هم دیده توانند و با حاجیان دیگر نیامیزند. بیرق گروهی ما قوطی کنسروی اناناس بود که از اندونزیا آمده است. نداهای لبیک اللهم لبیک، لبیک اللهم لبیک و دیگر کلمات در فضای دشتی پرخیمه غلغله می انداخت. از دور تقریبا در مسافه 3 چقریم سلسله تپه کوه نمودار بود. در دامنه این سلسله تپه پستری اندکی به پیش برجسته واقع گشته بود که ما به سوی آن می رفتیم. موافق نقل دانشمندان یک وقتها حضرت آدم و زوجه ایشان حضرت ماما حوا بعد چندین هزار سالی رانده شدنشان از جنت در بالای همان تپه به وصال یکدیگر رسیدند. راهی وسیع اسفالت پوش از رواع کنندگان، از آدمان نوحکش آب و عرق پخش کرده به اندازه پر بود که در بعضی قطعه ها چنانه که در اطراف کعبه می کردیم کیف زنان و از دست و دامن یکدیگر کشاله کنان به خود راه می کشاییم. با وجود این تقلیچ، ماشین های یاری تعجیلی استحصال شتات های متحده امریکا، گرمانه غربی و غیره که به حاجیان
ترکیه، پاکستان و دیگر مملکت‌ها وابسته شده‌اند، سیگنالی واهمه انگیزی سرینه اشان را منتظم نواخته، انبوه آدمان را به دو طرف پراکنده ساخته با شست گذشته می روند. در حیرت بودم که آنها به کجا میشتابند. آخر در اینجا نه رادیو تلفن بود و نه تلفن مقرری و کسی نمی توانست که به کمک خود این ماشین ها را بخواند. از دامن تپه کوه مقدس تا بالای آن، تا آن جایی که ستون سفیدی سنگین می ایستاد، چشمه های صنعی، نمازگاه های بیشمار واقع شده است. حاجیان از هر کدام این چشمه ها که آبی عادی چاه جاری بود، حتما شکمسیر نوشیدن را ثوابی فوق العاده می دانستند. در هر قدم آدمان سالخورده لاغر و ضعیف را دیدن ممکن بود که از تکرار و با زور نوشیدن آبی بسیار با رنگ کنده و سر و تن عرقشار به حالانه نشستند. به قاریعکه نزدیک شده گفتم که به قدر امکان از استعمال آب ناجوشانیده خودداری کردن اهل گروه خوب می شد. سردار همه را غم کرده گفتند که اندازه ثواب هرگز به اندازه آب نوشیده وابسته نیست. برای ثواب فقط یک دو جرعه نوشیدن کفایه بود. بعد فتوای قاریعکه تعیینات دکتر شکل قانونی گرفت و کاملا نباشد هم قسما رعایت کرده شد. حاجیان به خرسنگ‌های تیره کوه عرفات چسبیده آهسته آهسته به فراز نشیب می‌خزیدند. آنهایی که جسماً ضعیفتر بودند در راهی ناهموار افتاده و خسته، غلیده و جولیده با دست و پاهای خونشار برمیگشتند. از دیدن این گونه منظره ها کس عادتاً ایذا میکشد، اما گاه علم میکند که عصرهای عصر این جانب عالمی روشن به اختیار بنی آدم داده شده است و هنوز قسم زیادی آن به پا نخسته است. در کیم کدام راه های موهوم مثل جانورهای نابینای قدیمه می تبد و می خزد و یا به زانو افتاده گوک می کشد. در عالم روشن ایستاده گویا در مغاره تیره و تاری باشد، در کاف تو کاوی برآمدگاه تکاپوی دارد. ناگاه اسکندر به پیش نظرم آمد. آی حجی، چرا اینجا به حضور نشسته ای؟ آی حجی، چرا اینجا به حضور نشسته ای؟ می پرسید او. نمی بینی با فکر و خیالم بندم. کو بگو چی اندیشه داری؟ تو قصه اجدادانت را می دانی؟ حضرت آدم و حضرت ماما حوا را می دانم. آنها در جنت زندگانی می کردند. روزی به گپ شیطانی لعین در آمده از میوه ممنوع تناول کردند و 2 دانه گندم خوردند. صاحبمان در غضب شده هر 2 بنده لجام گسیختش را از بهشت رانده است. شنوندگان گرامی، شما گفتاری ادبی را از سلسله خوانش بدیعی از روی اثر درون دنیای نویسنده خلقی تاجیکستان فضلالدین محمدیف شنیدید. راوی هنرمند شایسته تاجیکستان باباخان ستاری، کارگردان شیرالی نغزلی، محرر آبیجان سیدزاده. انجام گفتاری 20